سوال دیگر میگویند که از زمانی که فلانی آمد همین خانه ما در بی‌برکتی آمد یا کارهای من بی‌برار شد. پیش فالبین رفتیم، وی هم نسبت داد به همینه که نفری در خانه شما آمده است که خانه شما را بی‌برکت کرده است. برادران عزیز و گرامی، مردم تا حاضر میگن که حاجی بابا همین مسئله‌ای که بسیار عادی و ساده‌اند وقت در او صرف نکن. ولی نمیدانند که مردم ما تا حال در درون همین مسئله‌های عادی هست که حتی به کفر میبرشون. بینین برای آنی که در خانهش بی‌برکتی شده پیش فالبین رفته. همین مسئله اگر برای شما عادی هم که نمایان باشد، لیکن بین آخرش انتهاش بگیم خاتمش به کفر بردش. برای همین برادرای عزیز گرامی، اینجا در که من همشه حالی من را به طریق تلفن ایرا مقصد صحبت کرد که گویا از آمدن کلین در خانه بی‌برکتی شده است. آفرین همین کلین ها برادرای عزیز و گرامی، آفرین اینها که بیچاره در خانه چیزی گم شود در سر کلینه. در خانه اگر یگان مصیبت بیاد در سر کلینه. در خانه یا نسخه تمار میآوند در سر کلینه. خانه اگر یکی آتش بگیره در سر کلینه که میگه همی بی اهمیتی کرد. برادرای عزیز و گرامی، از انصاف استفاده برید، از رحم استفاده برید. همون کلین یگان پلانت دیگه. وقتی شما هم را در سر کلین میزنین، دختری شما در دیگر جا کلین نمیشود. حال آن که رحم فقط برای فرزند خود نیست، برای کلین هم هست. برای همین برادرها و خواهرای عزیز، بی‌برکتی از حساب گوییم به اطاعتی از الله مهربان، بی‌برکتی ای زبانهایی که پری فحش و پری غیبت و پری بدگویی ای. من در حدیث خواندم که پیامبر نازنین گفتند که خداوند برکت در خانه شما زیاد میکند زمانی که عبادت شما زیاد کنید. یعنی چقدر عبادت شما، ذکر شما، خدا ترسی شما زیاد شود، همون قدر الله مهربان عبادت رزق شما را، برکت شما را زیاد میکند. الله ربی در قرآن میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. الله ربی چی میگه؟ میگه اگر شما خواهید که از بی‌برکتی بیرون شوید، یعنی از بی‌برکتی با برکتی برید، یعنی اگر شما خواهید که با برکات باشید، خواهید که یعنی یگان مشکلات های مادی خاندان شما را فرا نگیرد، الله میگه که یا شما خواهید که از جای ریسک تانتیم که حتی شما در گمان ها تا نبود که من از همینجا مقصد همین مقدار مبلغ میام. الله گو میدونی را کدام وقت میشود؟ و من یتق الله، وقتی که از من بترسی، از الله بترس، از الله مهربان پیروی کن، هر یک کار تا موافق فرموده الله که کو ببین در خانه تو بی‌برکتی میشود. خانه که در اهل عائله و اولادت قطعی بشین، که چند کسین، 4 کسین، 5 کسین، سری و حد اقل 1 ورق 2 ورق 3 ورق بخونین، از قرآن بخونین، همه تون دست بردارین. آخه الله مهربان گفته است که هرگاهی که دست برداری شرم دارو که دست خالی بر بگردانم. شما 4-5 آدم قرآن و کشادگی در خانه وقتی میخونین دعا میکنین، آیا میخیل خانه بی برکت میشود؟ بدانید که خانه‌ای که پری جنگ است، بدانید که خانه‌ای پری نافهمی است، یقینا برادرای عزیز و گرامی
همش علامت همیه که ما در درون غیبت داریم، در درون بخل داریم، در درون بیرحمی داریم، در درون مقصد چی خصلت‌های رذیله داریم. همه این به برکت عظمی حساب همینه. ای قدم یک آدم نمیشود. پیش فالبین رفتن کسی این کار کرد است. اثر نو برادرای عزیز و گرامی، توبه به سوی الله کن و اثر نو لا اله الا الله محمد رسول الله بگو. زیرا که پیامبر گرامی گفته است که هر کسی که پیش فالبین می رود و سخن او را تصدیق میکند و تحقیق به قرآنی که بر من نازل شده است، او کافر شدگیه. زیرا فالبین خودش برادر عزیز، جادوگر، اینا خودشون در پیش الله میرومان دین ندارن، اینا کافرن. گپی کافر را تصدیق کردن که وای مقصد از غیب میگه، الان که علم غیب پیش الله های، حتما تو را به دین میکنن. شاعر میگو هر کی سازد قول فالبین را قبول، در حقیقت کافر است و لا قبول. کسی گپی فالبین قبول میکنه دینت ایبین میروه، عبادتات همش نابود میشود. برای همین احتیاط کنید و به برکتی را نسبت به نفر نتین، نسبت به این تین که در درون خانتان کو ببینین چی کار رفتی سای، چی حرکت های در خانتان، چی ترتیبات های در خانتان، چی تعلیم های، به این نسبتین. خیلی که من آیت قرآن برای شما آوردم.